یک پاسخ جدید و متمایز داشته باشیم نسبت به سوال اولیه که مطرح شد. تفاوت بین روش طراحی مبتنی بر فروریزش با سایر روش‌ها چیه؟ برای اینکه به این سوال در واقع به یه شکل دیگه پاسخ داده بشه در اینجا ما از مفهوم تحلیل دینامیکی افزاینده استفاده کردیم و روی منحنی پوش‌اوور این رو مشخص کردیم. اگرچه بیان میشه که روش پوش‌اوور دقت لازم برای در نظر گرفته شدن به عنوان یک روش تحلیل به منظور طراحی سازه رو نداره، اما مفهوم قشنگی داره این روش و ما اینجا از اون استفاده میکنیم تا اختلافی که بین فورس بیس دیزاین، پرفورمنس بیس دیزاین و کلاپس بیس دیزاین هست رو به یه شکل دیگه‌ای نمایش بدیم اینجا. خب همونطور که میدونید در روش طراحی مبتنی بر نیرو سازه در ناحیه الاستیک تحلیل و طراحی میشه و نیرویی که اعمال میشه به سازه در واقع مجموع اون برش پایه هستش که برای هر مدلی ما میتونیم اون رو به دست بیاریم. اگر بخوایم میزان برش پایه رو روی منحنی پوش‌آور مشخص کنیم در واقع در چنین سطحی قرار خواهد گرفت. این منحنی پوش‌آور سازه بار جانبی به اون اعمال شده و جابجایی بام هم در نظر گرفته شده و در همین حین که بار جانبی افزایش پیدا میکنه این جابجایی هم افزایش پیدا میکنه تا نهایتا جایی که سازه کلاپس میکنه. حالا اگه ما بخوایم برش پایه رو روی این منحنی تعیین کنیم یه همچین جایی میشه. برش پایه‌ای که در روش فورس بیس دیزاین اونو در نظر میگیریم و جابجایی های متناظر با اون هم معمولا در چنین سطحی قرار میگیره. خب این روش یک روش تحلیل و طراحی بر اساس رفتار الاستیک سازه است و گفتیم در روش طراحی بر اساس عملکرد ما میخوایم از فاز الاستیک فراتر بریم و در ناحیه پلاستیک به طراحی سازه بپردازیم. چیزی که مرسوم هست تو این روش در واقع محاسبه تغییر مکان هدفه که به عنوان یک پارامتری که اعمال کننده بار لرزه‌ای هست اینجا شناخته میشه. معمولا برای در تحلیل پوش‌اوور و ما وقتی میایم تغییر مکان هدف رو حساب میکنیم به منظور طراحی بر اساس عملکرد یه همچین جایی میافته. حالا همیشه مثلا توی این سطح ممکنه نباشه، منتها در حوالی این یک مقداری عقب‌تر یا جلوتر خواهد بود. بنابراین تغییر مکان هدف یه همچین تغییر مکانیه که ما سازه رو در واقع تا اینجا پوش میکنیم، هول میدیم و در این نقطه میایم به طراحی میپردازیم که حالا دربارش هم صحبت کردیم و دیگه نیازی به تکرار نیست. بنابراین در طراحی بر اساس عملکرد ما این ناحیه سبز رنگ رو میتونیم بگیم پوشش داریم میدیم. اما موضوعی که مطرحه اینه که ما این تحلیل رو میتونیم ادامه بدیم تا فروریزش، تا جای این تحلیل ادامه پیدا کنه تا سازه کلپس کنه. این شکل چی رو میتونه به ما نشون بده؟ به خوبی میتونه نشون بده که تحلیل سازه ها تا تغییر مکان هدف یا حتی تحلیل آنها در سطح خطر DBE یا حتی MCE هنوز یک تحلیل ناقصه و ما برای اینکه بسیاری از مشکلات رو در روند طراحی حل کنیم نیاز داریم که این تحلیل رو ادامه بدیم تا حداکثر ظرفیت لرزه‌ای سازه یا در مجاورت فروریزش قرار بگیریم. در اونجا طراحی المان‌ها بسیار ساده‌تر خواهد شد. بنابراین روش طراحی مبتنی بر فروریزش بیان میکنه که تحلیلی که در حال حاضر در حال انجام شدنه یک تحلیل ناقصه و بهتره که این تحلیل تا حداکثر ظرفیت لرزه سازه ادامه پیدا کنه با استفاده از یک ابزار تحلیل قدرتمند، نه پوش‌آور. اینجا روی پوش‌آور نشون دادیم چون درکش خیلی ساده تره که وقتی ما میایم روش فورس بیس دیزاین رو مورد استفاده قرار میگیریم این ناحیه زرد رنگ رو در واقع در این پوشش میدیم، زمانی که پرفورمنس بیس دیزاین رو در نظر میگیریم این ناحیه سبز رنگ و در واقع وقتی کلاپس بیس دیزاین رو
داریم استفاده میکنیم این ناحیه آبی رنگ رو اینجا پوشش میدیم که خیلی بزرگتر و جامع‌تره و خیلی خوب میتونه این موضوع این رو نشون بده که در واقع تغییر مکان هدف اگه تحلیل ادامه پیدا کنه هنوز این سطوح فاصله بسیار بزرگی دارن هنوز با فروریزش سازه. سطح DBE تا سطح MC فاصله بزرگی داره و سطح MC تا کلپس فاصله بزرگتری حتی داره نسبت به فاصله DB تا MC. این در اسلایدهای بعدی به وضوح نمایش داده میشه. چرا ما نهیم این فاصله بزرگتر رو پوشش ندیم؟ چرا یه تحلیل کامل نداشته باشیم؟ امروز این ابزار رو داریم و این نرم افزارها این قابلیت رو ایجاد میکنن که این کار رو با دقت و سرعت بالایی انجام بدیم. همونطور که صحبت شد حالا در اسلایدهای قبلی و در اسلایدهای بعدی نیز نمایش داده میشه. خب حالا یه موضوعی مطرحه، اینه که تو اسلایدهای قبلی گفتیم که در تغییر مکان هدف ما اومدیم و سازمون رو مورد ارزیابی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که بعضی از ستون‌ها رو میشه مثلا مقطعش رو کاهش داد. خب همینطور که روی منحنی پوشوور میبینید همه منحنی پوشوور هم به این شکل نیستن. بعضیا در واقع برش پایه درشون افزایش پیدا میکنه تا همون نزدیکی کلپس. ممکنه تغییر مکانی که شما اینجا در نظر گرفتی به عنوان تغییر مکان هدف بعد از اون نیز برش پایه همچنان افزایش پیدا کنه. مثلا این اتفاق بیشتر توی قاب‌های مهاربندی شده میفته. مثلا قاب‌های خمشی یه منحنی پوشووری دارن که حالتش به این نزدیک تره، ولی قاب‌های در واقع مهاربندی شده برش پایه‌شون همچنان افزایش پیدا میکنه. حالا شما توی تغییر مکان هدف داری به طراحی میپردازی و به خودتون اجازه میدید که مقاطع ستون‌ها رو نسبت به طراحی آیین‌نامه‌ای کاهش بدین. خب مسلماً بعد از تغییر مکان هدف نیز این برش پایه افزایش پیدا میکنه و تشدید میشه در سازه، در حالی که اون ستون شما شاید آمادگی این رو داشت پیدا میکرد که در شدت‌های لرزه‌ای بزرگتر نیز نقش خودش رو به شکل خوبی بازی کنه، اما شما با کاهش مقطع در اون رو ضعیف کردید و ممکنه بعد از تغییر مکان هدف اون وارد فاز پلاستیک بشه و یه جورایی پایداری سازه رو به مخاطره بندازه. در نتیجه اینم باز یک اثبات دیگه که به طراحی بر اساس عمل کرد مخصوصاً بر اساس تحلیل پوشوور زیاد اطمینانی نیست، چون این یه تحلیل ناقصه. شما تا اینجا اومدی ستون‌ها رو مثلا توی فاز خوبی قرار دادی، از اینجا تا ادامه کار نیز ستون‌ها نیاز هستش که رفتار مطلوبی داشته باشن تا عضو شکل‌پذیر ما بتونه به حداکثر ظرفیت خودش دست پیدا کنه تا حداکثر شکل‌پذیری در اون سازه ایجاد شه. شما سیستم سازه‌ای رو به عنوان سیستم سازه‌ای ویژه معرفی کردی، یعنی شکل‌پذیری بالایی داره. قراره اون سیستم سازه‌ای به خوبی شکل‌پذیری ایجاد کنه تا بتونه کاور کنه اون ضریب رفتاری رو که در نظر گرفتید. در نتیجه بحث فقط اینجا تموم نمیشه و اون مدل باید تا نزدیکی فروریزشش به خوبی نقش خودش رو بازی کنه، چون تمام این کنترل هایی که بر اساس ظرفیت انجام شده بر اساس کلپس در نظر گرفته شده. تمام پارامترهای لرزه‌ای همونطور که اشاره شد بهشون بر اساس کلپس تعریف شدن و ظرفیت نهایی یک سازه بر اساس کلپس ارزیابی میشه. در نتیجه این سازه حتی بعد از تغییر مکان هدف یا حتی بعد از سطح DB و MCE هنوز روش یه کارایی انجام شده که بتونه نقش بهتری ایجاد کنه و از المانهای خودش به بهترین شکل در برابر بارهای جانبی استفاده کنه. فقط بحث سطح DB یا MC یا تغییر مکان هدف نیست. خیلی از این ضوابط مثل طراحی ظرفیتی حتی بعد از این سطوح هم
باز سعی دارن از سازه ظرفیت بیشتری بگیرن. خب حالا ما تحلیل رو در واقع ادامه دادیم تا حد اکثر ظرفیت سازه یا تا مجاورت کلپس. این چه کمکی به ما میکنه؟ این مفهوم از این جهت میتونه به کمک ما بیاد در طراحی المان ها که ما حد اکثر بارگذاری لرزه‌ای رو به سازه اعمال کردیم. حالا تنها چیزی که ما باید در نظر بگیریم واسه طراحی المان های سازه‌ای اینه که حد اکثر ظرفیت این المان ها و اعضا رو به کار بگیریم در مقابل این حد اکثر بارگذاریه. حد اکثر بارگذاری انجام میشه، از اون طرف حد اکثر ظرفیت المان به کار گرفته میشه در برابر اون. این چطوری به ما کمک میکنه؟ بدین صورت که دیگه ما از اون سردرگمی که در تعریف نواحی IOLS و CP داشتیم در میایم. میتونیم حد اکثر ظرفیت هر یک از المان ها رو به کار بگیریم در برابر این بارگذاری و طراحی المان هامون به بهترین شکل خودش انجام شه. به المانی برسیم، به مقطعی واسه هر المان برسیم که کوچکترین مقطع رو داشته باشه و ظرفیتی که ما دنبالش هستیم رو ایجاد کنه. در نتیجه این طراحی سازه رو بدین شکل، طراحی المان‌های سازه رو بدین شکل میتونه ساده کنه و دقت بسیار بالایی بهش بده. و خبر خوب اینه که زمانی که شما اومدی تحت شدت لرزه‌ای بزرگتر المان رو طراحی کردی، میتونی اطمینان حاصل کنی که تحت شدت‌های لرزه‌ای کوچکتری که وجود دارن و تو اسلایدهای قبلی دربارش صحبت کردیم، المانت به احتمال زیاد قرار میگیره در سطح عملکرد مطلوب خودش. این مزیت رو هم به دنبال خواهد داشت. در نتیجه اعمال بار حداکثری، در نتیجه اینکه کلپس بیس دیزاین میگه تحلیل تا تغییر مکان هدف تا سطح دی بی یا ام سی هنوز یک تحلیل ناقصه و ما برای طراحی ساده تر و دقیق تر المان ها نیاز داریم تا این تحلیل رو تا حد اکثر ظرفیت سازه انجام بدیم و در اونجا المان های خودمون رو طراحی کنیم. همچین معنی داره. شما حد اکثر بارگذاری اعمال میکنی و بعد المان هات رو بر اساس حد اکثر ظرفیتی که دارن به سادگی طراحی میکنی. حد اکثر ظرفیتشون چطوریه؟ بر اساس منحنی وکمانشون. ما با منحنی وکمان در واقع اون مشکل رو داشتیم که نمیتونستیم نواحی IOLSCP رو محدود کنیم و به شکل دقیق تری واسهشون تعریف کنیم. اما وقتی بحث حد اکثر ظرفیت المان باشه، نقطه انتهایی حد اکثر ظرفیت المان. ما به صورت مکرر تکرار کردیم که تحلیل پوشاور یا تحلیل استاتیکی افزاینده دقت لازم رو نداره که ما به منظور طراحی سازه بخوایم از اون استفاده کنیم. خب حالا بیایم در نظر بگیریم آپشن بعدی رو، ابزار بعدی رو. ببینیم که در بکارگیری تحلیل به روش تاریخچه زمانی غیر خطی شرایط به چه شکلی هستش. خب همونطور که میدونید در تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی، همونطور که در این شکل نشون داده میشه، پاسخ سازه تحت اثر هر رکورد زلزله میتونه متفاوت باشه. شما در نظر بگیرید یک مدل 6 طبقه رو که تحت اثر 22 تا رکورد زلزله در سطح زلزله طرح و 1.5 برابر اون در سطح زلزله MC قرار گرفته. خب پاسخی که از سازه ما دریافت کردیم تحت اثر هر یک از این رکوردهای زلزله، همونطور که میبینید به شدت میتونه متفاوت باشه و هر رکورد زلزله میتونه نتایج منحصر به فردی رو
در رفتار یک ساز ایجاد کنه. خب در چنین شرایطی ما باید چیکار کنیم؟ خب موضوعی که مطرحه اینه که ما نمیتونیم دیگه به نتایج یک رکورد زلزله اتکا کنیم و باید یک مجموعه رکورد زلزله در نظر بگیریم و در نهایت بیایم میانه نتایج رو به عنوان نتایج اصلی خودمون در نظر بگیریم. حالا به هر منظوری که هست، طراحی هست، ارزیابی هست یا بهسازی. پس میانه نتایج تحلیل سازه با یک مجموعه رکورد زلزله در تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی برای ما حائز اهمیت. موردی که مطرحه اینه که حالا تو مراجع بعضی وقتا ادعا میشه که مثلا 3 رکورد زلزله در نظر بگیرید و ماکسیموم اون رو استفاده کنید. خب این زیاد جالب نیست. به عنوان مثال شما در نظر بگیرید که این 3 رکورد زلزله، این رکورد و این رکورد سبز پررنگ، این یکی نارنجی یا صورتیه، این یکی قهوه‌ای پررنگ، و این 3 رکورد زلزله رو در نظر بگیرید که انتخاب کردید که مثلا باهاش طراحی انجام بدید. خب میبینید که توی این رکورد زلزله مثلا تحت اثر زلزله دی حالا با شدتش کاری نداریم چون اینا به صورت میانه مقیاس شدن، ممکنه این یکی کلا شدت بزرگتری از دی ایجاد کرده باشه و اگه ما به صورت تنها بیایم این رکورد رو مقیاس کنیم، این نتایجش میتونه کوچکتر باشه. کاری با شدتش نداریم که مثلا تا دیریفت 4% رسونده. موضوعی که اینجا مطرحه اینه که جدا از شدت این رکورد احتمالاً، نه قطعاً، احتمالاً باز پاسخ سازه به همین شکل خواهد بود. یعنی در 2 طبقه بالا در واقع جابجایی کوچکتر هستن و در طبقه 4 و طبقه اول نسبت به سایر طبقات ما در واقع جابجایی بزرگتری داریم و میتونیم به واسطه اون بگیم که آسیب در این طبقات بیشتره. خب اگه بخوایم بر اساس این رکورد مدلمون طراحی کنیم، خب طبقه 4 رو باید قوی کنیم و طبقه اول هم به همین منظور. حالا سایر طبقات هم به واسطه اون دیریفت هدفی که داریم میتونیم مثلا کنترل کنیم یا تنظیم کنیم. اگه این دوتا هم حتی بیشتر بودن، جابجاییشون از جابجایی هدف یا مثلا دیریفتشون از دیریفت هدف، میتونیم حالا سختی این هم افزایش بدیم. خب پس بر اساس این رکورد اگه بخوایم تصمیم بگیریم، باید سختی این طبقات رو افزایش بدیم. اما شما میبینید نتایج تحت اثر این یکی رکورد زلزله بسیار متفاوت. یکی میگه طبقه اول، دوم، سوم کمتر دارن آسیب میبینن، جابجایی کمتری دارن، ولی طبقه 4 و 5 تحت آسیب بیشتری هستن. خب اگه بخوایم بر اساس این رکورد زلزله تصمیم بگیریم، باید سختی طبقات 4 و 5 رو افزایش بدیم یا سیستم باربر جانبی رو در این طبقات ارتقا بدیم، بهبود بدیم، حالا مقطعشون رو افزایش بدیم یا هر کار دیگه. میبینید که مثلا نتایج تحت اثر این رکورد زلزله متفاوت و به دنبال همون نتایج تحت اثر این یکی رکورد زلزله هم کاملا متفاوت. این یکی رکورد زلزله میگه طبقه اول و دوم مستعد آسیب بیشتری هستن، بیا و ظرفیت این دوتا طبقه رو افزایش بده. حالا شما در نظر بگیرید این 3 رکورد زلزله در واقع بی‌معرفت رو در نظر گرفتی واسه طراحی سازه. هر کدوم به نوعی میان گیج میکنن آدمو که چیکار کنیم. خب در نظر گرفتن رکوردهای کمتر به منظور ارزیابی یا طراحی یا بهسازی همچین چیزایی هم داره که حالا وقتی 3 رکوردن در نظر میگیری، ماکسیموماشون رو در نظر بگیر واسه طراحی، دیگه میانه رو در نظر بگیر. بعد که دیگه حالا رکوردات اومد به 7 رسید یا 11 رسید، بیا میانه نتایج رو در نظر بگیر که اینا هیچ فلسفه خاصی هم نداره، همینجوری یه عدد انتخاب کردن طبق معمول
در واقع بزرگان مهندسی زلزله یه سری همینجوری انتخاب کردن، گفتن اینو بذاریم فعلا بچه‌ها برن باش کار کنن تا بعد ببینیم چی کار میکنیم. دقیقا همون روی کرد و همون پرسپکتیوی که در رابطه با هر مسئله‌ای داشتن اینجا همون شکل. و در زمانی که ما مثلا تعداد بیشتری میایم رکورد انتخاب میکنیم و به کار میگیریم، میتونیم بیایم میانه نتایج رو در نظر بگیریم. حالا شما اینو تصور کنید که ما میخوایم در یک سازه‌ای هر المان رو به صورت جداگونه ارزیابی و طراحی کنیم و یک طبقه در یک سیستم سازه‌ای میتونه چندین المان داشته باشه که مشارکت میکنه در باربری جانبی اون طبقه. زمانی که یک مجموعه رکورد زلزله در نظر بگیریم، نتایج بسیار متفاوت و پراکنده هستن. شما واسه این رکورد زلزله به عنوان مثال میتونی بری نتایج رو ببینی، یا برای این یکی، ولی ترکیب این دوتا چی؟ ما وقتی میانه رو میخوایم در نظر بگیریم باید از همه چی میانه بگیریم، یعنی رفتار المان به المان هم باید میانه بگیریم. شما ببینید اینجا دیریفت ها رو فقط ما داریم میانه میگیریم، کار یه مقداری سخته، با دیتا ها داریم سخت کار میکنیم، یه مقداری زمان میبره تا به این برسیم. حالا در نظر بگیرید واسه یک المان میخوایم نتایج اون رو ازش میانه بگیریم، یا واسه هر المانی میخوایم این کارو کنیم. نرم افزار خب به صورت خودکار این کار انجام نمیده، حتی دیریفت هم به صورت خودکار میانه‌شو نمیگیره. در نتیجه همه این کارا رو ما باید دستی انجام بدیم و اونجا چقدر کار ما سخت خواهد بود که بیایم یک به یک المان ها رو بررسی کنیم، تلاش هایی که در اونها ایجاد شده رو بررسی کنیم، بارهایی که درشون ایجاد شده رو بررسی کنیم و بر اساس اون بارها بخوایم المان اختصاص بدیم. و حالا شما در نظر بگیرید که این همه نتایج متفاوت تحت اثر رکوردهای زلزله مختلف داریم. در واقع این موردی بود که باعث شد ما فرار کنیم یا پناه ببریم از دست تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی به روش‌های معادل سازی شده، به اصول تحلیل و طراحی بر اساس رفتار الاستیک سازها. خب وقتی ما با همچین پراکندگی روبرو میشیم که هر کدوم از این تحلیل ها هم برای ما زمانبر بوده و حتی بعد از تحلیل ما برای طراحی المان هامون با یه ابهام بزرگی روبرو هستیم، با یه سری دیتا بسیار پراکنده و یه حجم دیتایی بسیار بزرگی روبرو هستیم، خب چطوری میخوایم بیایم طراحی کنیم؟ حالا در نظر بگیرید اصول طراحیمون هم همون اصول طراحی مبتنی بر عملکرد باشه، سطوح IOLSCP، که اونا خودشون هم مشکل دارن. در نتیجه دست ما خیلی بسته است تو این قضیه. خیلی الان دارن طراحی انجام میدن و میان یه همچین رکوردهای زلزله گسترده‌ای اعمال میکنن به سازشون و میان مثلا حالا میانه نتایج رو به این صورت ارزیابی میکنن. خب ما از همون ابتدا بخوایم بر اساس این نتایج طراحی کنیم، به واسطه اینکه نیاز هست روند تحلیل و طراحی چندین بار تکرار بشه، این موضوع به شدت زمان بر خواهد بود. در نتیجه یک بار با روش‌های تحلیل خطی این کار رو انجام میدیم، تحلیل و طراحیمون رو کامل میکنیم. منظور از یک بار تکرار چند مرحله تحلیل و طراحی و اتمام روند تحلیل و طراحی با استفاده از روش طراحی مبتنی بر نیروه. اون کار که تموم شد، در واقع به ثبات رسیدیم در طراحی اعضای سازه‌ایمون. حالا بعد از اون میایم یه همچین کاری هم انجام میدیم و در نظر میگیریم پاسخ سازه. حالا پاسخ سازه اینجا خیلی مثلا تقسیم شده بین طبقات و همه طبقات دارن به شکل مساوی مشارکت میکنن در برابر بارهای جانبی. این نشون میده که سختی طبقات به شکل مناسبی تقسیم شده و تنظیم شده که بار لرزه‌ای داره
به شکل مساوی پراکنده میشه بین طبقات و هر کدوم دارن مشارکت میکنن در استهلاک این بار تا نهایتا بعد از زلزله ساز پایدار نگه داشته بشه. اما بعضی وقتا مثلا میبینیم که یه مثلا طبقه دریفت خیلی بزرگتری میده. مثلا شما تصور کنید دریفت طبقه اول که در اینجا هست مثلا بیاد به 3% برسه، مابقی دریفت طبقات همینقدر باشه. خب طبیعتا این نشون میده که با افزایش سختی طبقه اول ما میتونیم طراحی خودمون رو اصلاح کنیم بر اساس این تحلیل خوب و دقیق و قدرتمندی که انجام دادیم، تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی تحت اثر یک مجموعه رکورد زلزله. اما وقتی به همچین نتایجی میرسیم دیگه میتونیم بهمون اثبات بشه که به نوعی مدل رو خوب طراحی کردیم و تمام طبقات دارن به شکل مناسبی مشارکت میکنن در باربری جانبی و آسیب‌های سازه‌ای متمرکز بر یک نقطه خاص یا روی یک المان خاصی نیست که عملاً بخواد باعث کلپس یا ناپایداری سازه بشه. اما همچنان همونطور که میدونید تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی زمانبر پیچیده است و اصول ما واسه طراحی سازه با استفاده از این موارد در سطحی نیست که بخواد ما رو نجات بده. بنابراین اگه چنین چیزی که اینجا شاهد اون هستیم حاکم باشه بر روند تحلیل و طراحی ما نهایتا هنوز هم که هنوزه مجبور هستیم در واقع استفاده کنیم از روش‌های الاستیک برای تحلیل و طراحی، چون با اونا خیلی زودتر به نتیجه میرسیم و اونقدر انرژی و زمان نداریم که واسه طراحی یک سازه 6 طبقه بخوایم از ابتدا بریم و تک تک المان‌ها رو بر این اساس طراحی کنیم. بنابراین روش پوشاور یک روشیه که دقت لازم نداره. تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی به واسطه این که باید با استفاده از یک مجموعه رکورد زلزله انجام بشه و انتخاب اون رکوردها، مقیاس سازیشون، تحلیلشون و سپس کار کردن با دیتایی که ما از نتایج تحلیل میگیریم یک کار سختیه. علاوه بر این پاسخ سازه تحت اثر هر رکورد زلزله بسیار متفاوت. تمام این مسائل بغرنج میکنه روند تحلیل و طراحی ما رو بر اساس تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی. حالا این موارد در این مرحله گفته شد که صرفاً سختی کار بیان بشه و در ادامه این که چجوری این مشکل میتونه حل شه و ما بتونیم از مزایای تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی استفاده کنیم و از دشواری‌ها و سختی‌های اون رها بشیم در اسلایدهای بعدی توضیح خواهد داده شد. قبل از اینکه بریم سراغ راه حل بهتره با آخرین روش تحلیل لرزه‌ای هم آشنا بشیم. در واقع ما برای تحلیل پلاستیک سازه تحلیل پوشاور رو داشتیم، تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی رو داشتیم و تحلیل دینامیکی افزاینده رو داریم که در این اسلاید درباره‌اش صحبت می‌کنیم و به عنوان آخرین متد تحلیلی اون رو معرفی می‌کنیم. خب تحلیل دینامیکی افزاینده یا اینکرمنتال داینامیک انالیسیس یا تحلیل IDA، روش IDA یه روش جدیدتریه که به مراتب حتی سختی و دشواری اون و زمان تحلیل اون از تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی بیشتره. تو این روش با توجه به اینکه باز پراکندگی پاسخ تحت اثر رکوردهای زلزله برای یک سازه رو داریم باید از یک مجموعه رکورد زلزله استفاده کنیم. اما این بار به جای مقیاس سازی در واقع میایم هر کدوم از این رکوردهای زلزله رو به سازه اعمال میکنیم و در تحلیل‌های جداگانه واسه اون یک ضریبی در نظر میگیریم که با اعمال هر ضریب شدت لرزه‌ای افزایش پیدا کنه تا نهایتاً این قضیه تا جایی ادامه پیدا میکنه تا سازه به کلپس و فروریزش خودش برسه. و نتایج تحلیل در این تحلیل به گونه‌ای هستن که بعد از هر یک تحلیلی که انجام میشه شدت لرزه‌ای اعمال شده به سازه
و در واقع مقدار آسیب اون ثبت میشه. شدت لرزه‌ای میتونه مثلا ابعاد مختلفی داشته باشه. ما اینجا از شتاب طیفی استفاده میکنیم، به نظرم بهتره نسبت به سایر. و از اون طرف در واقع بعدی که میتونه معرف آسیب سازه باشه همون حد اکثر دریفت میان طبقه‌ای شاید خیلی کاربردی تر باشه و بیشتر به درد بخوره. خب بنابراین هر کدوم از این نتایجی که میبینید اینجا، هر کدوم از این خطای آبی نتایج تحلیل یک مدل تحت اثر یک رکورد زلزله هستند که در مقیاس های افزاینده مورد تحلیل قرار گرفته، سازه تحت اثر اون رکورد زلزله. یعنی هر کدوم از این خطا نتیجه تحلیل سازه تحت اثر یک رکورد زلزله هست. خب حالا در نظر بگیرید که چقدر این نتایج متفاوتن. یعنی با وجود این که مثلا در این دریفت، مثلا این دریفت رو در نظر بگیریم، مثلا دریفت 6% در نظر بگیریم، میبینیم که رکوردها در شدت‌های لرزه‌ای مختلف تونستن باعث ایجاد دریفت 6% مثلا در این مدل بشن. یا مثلا این شدت لرزه‌ای رو در نظر بگیریم، میبینیم هر کدوم از رکوردها تونستن در این شدت لرزه‌ای چه دریفت‌های متفاوتی بدن. ببینید از دو جهت این پراکندگی در نتایج وجود داره و کارش هم نمیشه کرد. یه مدل تحت اثر رکوردهای زلزله مختلف یه پاسخی به این شکل داره. خب حالا فرض کنید که مثلا این نقطه آبی رنگ اینجا نتایج تحلیل در یک شدت لرزه‌ای خاص مثل این هستن که یه دریفت خاصی دادن. ما چجوری میتونیم بر اساس این سازمان رو طراحی کنیم؟ هیچ جوره نمیتونیم. چرا؟ چون که مثلا این سازه ما مثلا در این نقطه همون دریفت رو داده تحت اثر یه شدت لرزه‌ای بسیار کمتری بر اساس نتایج تحلیل یک رکورد دیگه. خب یه پراکندگی به این عظمت و یه پاسخهای متفاوتی در این رنج اصلا به ما اجازه طراحی سازه نمیده و ما نمیتونیم از تحلیل دینامیکی افزاینده استفاده کنیم به منظور طراحی سازه. هیچ جوره نمیشه. در این نقطه نتایج بسیار متفاوته، در طبقات هم میتونه متفاوت بشه. تازه این بعد بیانگر ماکسیموم دریفتیه که در سازه ایجاد شده. ممکنه ماکسیموم دریفت در این رکورد زلزله در طبقه سوم باشه، در این یکی مثلا در طبقه اول باشه. واقعا نمیشه بر اساس این نتایج سازه طراحی کرد. ولی خب این مفهوم یک مفهوم بسیار خوبی در ارزیابی ظرفیت لرزه‌ای سازه است. تحلیل IDA معرفی شد با این مفهوم، با این کانسپت و به شدت مورد استقبال گرفت، به خصوص توسط محقق‌ها و در مورد استفاده قرار میگیره همچنان و خیلی استقبال خوبی داره ازش میشه. اما نمیشه از اون برای طراحی استفاده کرد. ما میتونیم یک مدل رو تحلیل IDA بگیریم، ضعف‌هاشو پیدا کنیم، مثلا بدونیم در یه طبقه ضعف داره، یا اینکه متوجه بشیم که اصلا اهداف عملکرد رو برآورده میکنه یا خیر، یا متوجه بشیم ظرفیت لرزه‌ای رو داره یا خیر و به اصلاح عیوبی که در اون مدل طراحی شده وجود داره بپردازیم. میشه این کارو کرد. یک ارزیابی انجام داد و یک بازنگری کرد بر اساس آسیب‌هایی که متمرکز بودن در اون سازه برای افزایش ظرفیت لرزه‌ای اون. این کار رو میشه انجام داد با تحلیل دینامیکی افزاینده. ولی اینکه مثلا صرفاً بخوایم به عنوان یک روش تحلیل ازش استفاده کنیم، این کار نشدنیه با این نتایج. در نتیجه روش IDA استفاده شد واسه ارزیابی ظرفیت لرزه‌ای سازه. بعد از اینکه روش دینامیکی افزاینده IDA معرفی شد، یه اصول جدیدی در فیما P695 ارائه شد که حالا این اصول هم بر اساس تحقیقات
محققای خاصی بوده که حالا در این فیلم ها پیاده سازی شده و مورد بازدید عموم قرار گرفته. موضوع از این قراره که خب این رکوردهای زلزله به سازه اعمال میشن و هر کدوم باعث فروریزش سازه میشن در یک شدت لرزه‌ای و قدرت ارزیابی که در واقع در اینجا به وجود میاد بدین صورته که ما باید بیایم میانه شدت لرزه‌ای فروریزش رو حساب کنیم. یعنی چی؟ یعنی که مثلا پیدا کنیم در این رکوردهای زلزله که هر کدومشون در چه شدت لرزه‌ای باعث فروریزش سازه شده و بعد که مثلا شدت‌های لرزه‌ای مختلف رو پیدا کردیم، مثلا روی این بعد از این شکل، بر اساس اون منحنی شکنندگی رو رسم کنیم. حالا واسه چگونگی انجام این کارها شما مثلا میتونید به اون ویدیو 5 ساعته‌ای که ضبط شده و در یوتیوب و آپارات قرار داره مراجعه کنید و کلا با مفاهیم اینجور موارد آشنا شیم و این موارد رو رسم کنید. ما اینجا حالا زیاد وارد جزئیات نمیشیم، صرفا میگیم که بر اساس نقاط فروریزش، بر اساس در نظر گرفتن شدت‌های لرزه‌ای که هر کدوم از این رکوردهای زلزله باعث فروریزش سازه شدن، میشه منحنی شکنندگی فروریزش رو در واقع رسم کرد. منحنی شکنندگی فروریزش بدین صورت مورد ارزیابی قرار میگیره که شدت لرزه‌ای که در آن 50% رکوردهای زلزله باعث فروریزش مدل شدن به عنوان میانه شدت لرزه فروریزش تعیین میشه و در نظر گرفته میشه. بدین صورت اگه این بود در واقع احتمال فروریزش باشه که حالا از 0% تا 100% ادامه داره، 50% اون هر شدت لرزه‌ای که داشت اون شدت به عنوان شدت لرزه‌ای فروریزش یا میانه شدت لرزه‌ای فروریزش در نظر گرفته میشه که مثلا با عبارت اسحت CT نمایش داده میشه. میانه شدت لرزه‌ای فروریزش واسه هر سازه‌ای رو که ما استخراج کردیم میایم اون مقدار رو به عنوان مثلا یک شتاب طیفی ثبت میکنیم و در نظر میگیریم و نسبت حاشیه فروریزش رو میخوایم حساب کنیم. نسبت حاشیه فروریزش با کلاپس مارجین ریشیو تعریف میشه که با عبارت CMR تعریف میشه. حالا این چطوری محاسبه میشه؟ میانه شدت لرزه‌ای فروریزش واسه مدل رو بر این اساس ما تعیین کردیم، بر اساس نتایج تحلیل IDA و منحنی شکنندگی. این میانه خب تایید شده و یک مقدار دیگه اینجا مد نظر ماست که با پارامتر SMT معرفی میشه. SMT در واقع مقدار شتاب طیفی روی طیف MC. طیف MC چیه؟ شدت لرزه‌ای با احتمال فراگذشت 2% در 50 سال رو ما در نظر گرفتیم. این شدت رو تحت عنوان مثلا MC معرفی کردیم و یه طیفی داره این شدت لرزه‌ای، یه طیف طراحی داره. روی اون طیف بر اساس زمان تناوب اصلی مدل که حالا بهتر زمان تناوب آیین‌نامه‌ای در نظر گرفته بشه، میریم بر اساس زمان تناوبی که مدلمون داره یه SA استخراج میکنیم یا یه شتاب طیفی استخراج میکنیم و بدین صورت اینجا رسم میکنیم. اون میشه چی؟ شتاب طیفی MCE به صورت اختصاصی برای این مدل ما. حالا طبق اهداف پایه طراحی سازه ها از فروریزش سازه ها در شدت لرزه‌ای MCE باید جلوگیری بشه. یعنی یه سازه ای رو وقتی ما میگیم خوب طراحی کردیم، بدین مثلا این هدف طراحی باید توش برآورده بشه دیگه، از فروریزش اون سازه تحت اثر زلزله MC جلوگیری بشه. حالا ما اینجا این خط رو کشیدیم، این خط بیانگر شدت لرزه‌ای MC برای این مدل بوده.
در نتیجه اگر رکوردهای زلزله بالاتر از این شدت لرزه‌ای باعث فروریزش مدل شوند، اون مدل در این هدف طراحی رو برآورده میکنه. توجه کنید مثلا این دیریفت اگه تحت عنوان دیریفت فروریزش در نظر گرفته بشه، تمام این رکوردهای زلزله بالاتر از شدت MC دارن باعث فروریزش سازه میشن. این نشون میده که از فروریزش سازه در شدت لرزه‌ای MC جلوگیری شده و این مدل ظرفیت لرزه‌ای خوب عذرخواهی میکنم و این مدل این هدف پایه عملکرد ساختمون که در تحت شدت لرزه‌ای MC از فروریزش سازه جلوگیری شده رو داره برآورده میکنه. این تحلیل به این واسطه یه تحلیل قدرتمنده. خب حالا مورد دیگه هم مطرحه. چیزی که اصول فیما پی 695 میگه خب این رو ما به این صورت میتونیم ارزیابی کنیم. یک نکته ای هم من اینجا خدمت شما عرض کنم، اینی که در شدت لرزه‌ای MC یه تخفیفی هم داده میشه معمولا، که حالا ما اون تخفیف رو اصلا در نظر نمیگیریم، ولی خب بذار ناگفته نمونه که مثلا در شدت لرزه‌ای MC احتمال 10% فروریزش سازه هم قابل قبوله. یعنی چی؟ یعنی اگه 10% از این رکوردهای زلزله باعث فروریزش پایین تر از این شدت لرزه‌ای شدن، اشکالی نداره، همچنان اون سازه قابل قبولیه که ظرفیت لرزه‌ای رو داره. یعنی چی؟ یعنی اینجا 44 تا رکورد زلزله است، 4 الی 5 رکورد اگه بیان مثلا پایین تر از این شدت باعث فروریزش شدن، باز قابل قبوله. این همچین مفهومی داره. حالا گذشته از این حرفا، در واقع ارزیابی ظرفیت لرزه‌ای بدین صورته که ما بیایم نسبت حاشیه فروریزش رو محاسبه کنیم. نسبت حاشیه فروریزش برابر با شدت لرزه‌ای که در آن 50% رکوردهای زلزله باعث فروریزش مدل شدند به شدت لرزه‌ای که در آن باید از فروریزش سازه جلوگیری بشه، یعنی اسحت CT تقسیم بر SMT، و این مقدار تحت عنوان کلاپس مارجین ریشیو یا نسبت حاشیه فروریزش داره معرفی میشه. این حد فاصل رو داره نشون میده، یا در این یکی شکل که منحنی شکنندگی در نشون میده، کلاپس مارجین ریشیو در این حد فاصله قرار داره. توجه بفرمایید، میانه منحنی شکنندگی فروریزش توی این شدت لرزه‌ای قرار داره و سطح MCE توی این شدت. همونطور که سطح MCE تا سطح MCE هیچ رکورد زلزله باعث کلاپس نشد، منحنی شکنندگی اینجا احتمال فروریزشش چقدر؟ 0. هرچی ادامه پیدا میکنه شدت لرزه‌ای افزایش پیدا میکنه، احتمال فروریزش سازه بیشتر میشه. در نتیجه شدت لرزه‌ای فروریزش واسه هر سازه‌ای تحت اثر رکوردهای زلزله میتونه به این صورت متفاوت باشه. پس ما چیکار میکنیم؟ مثل همیشه میایم میانه اون رو در نظر میگیریم و از اون طرف میخوایم یه اطمینان خاطری داشته باشیم از فروریزش سازه تحت اثر زلزله MC. بنابراین میگیم که به صورت قاطعانه تحت اثر این شدت لرزه‌ای هیچ کدوم از این رکوردهای زلزله نباید باعث فروریزش مدل بشن. این خیلی راحته دست یافتن بهش، ولی خب یه 10% تخفیفی هم دارن میدن. امروز خیلی راحت دست یافتن بهش، هرچند باز هنوز خیلی میگن خیلی سخته. حالا به هر صورت ما با روش کلاپس بیس دیزاین آب خوردن به این میرسیم و اگه بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به زلزله طرح، میبینیم که همچین شدتی داره. اینجا احتمال فروریزش چقدره؟ 0. یا مثلا رو این یکی شکل اینجاست، رکوردی که در دی بی باعث فروریزش مدل شدن چیه؟ 0. یا SLE هم همینطور. اگر مدلی طراحی میکنید میاد فرو میریزه بین دی بی و MC،
ظرفیت لرزه‌ای کافی رو نداره. حالا مشکل میتونه از آیین‌نامه باشه، مشکل میتونه از طراح باشه. خیلی‌ها میان میگن که آره ما طراحی کردیم مدل یه جایی بین دی و ام سی فرو ریخته. خب دو حالت داره، یا ضوابط قادر نبودن این کار رو انجام بدن و اون مدل رو خوب طراحی کنن که حالا به نظر میرسه در مدل های قاب خمیشه بتونی تا حدی به این صورته، یا اینکه مثلا در مدل های فولادی اگه همچین اتفاقی افتاد احتمالا خب طراح ضعیف عمل کرده. چجوری؟ مثلا فرض بگیرید که مثلا یه آقای اومده گفته که مثلا مدل من تو این بین این دو تا حد فاصل بعد کلپس کرد. بعد ازش میپرسیم مثلا طراحی ظرفیتی انجام دادی؟ میگه طراحی ظرفیتی چیه؟ خب این نشون میده که ما ضوابط آیین‌نامه‌ای رو خوب پیاده سازی نکردیم دیگه. یا تو طراحی بر اساس عملکرد تحت اثر زلزله دی میگفتش که بعضی از نمیدونم اتصالات از بین بروند در قاب مهاربندی شده همگرا، در صورتی که توی مبحث دهم یا معادل آمریکایی در واقع استانداردی که وجود داره واسه طراحی سازهای فولادی داره میگه طراحی ظرفیتی باید انجام بدی برای قاب مهاربندی شده همگرای ویژه و اتصالاتت باید طراحی بشن بر اساس حداکثر نیرویی که ممکنه در مهاربند به وجود بیاد. خب چطور ممکنه این ضابطه رو شما پیاده کنی و بعد بیای مثلا توی سطح دی اتصالت از بین بره؟ مگه طراحیش نکردی واسه حداکثر نیرویی که ممکنه در مهاربند به وجود بیاد؟ خب اطمینان خاطر داری که اون میمونه حالا اونجا تا اون المان شکل پذیرت، اون مهاربندت به حد اکثر ظرفیت خودش برسه. تو دی بی خب مسلما نرسیده، همونطور که صحبت کردیم در خصوص سطوح عمل کرد. خب وقتی اون نرسیده چطوری باید المان مثلا اون المان اتصال تو از بین بره؟ خب این عجیب نیست؟ ببین به همین سادگی میشه اثبات کرد که اینجا یه نقصی وجود داره. در نتیجه یه ابزار قدرتمند واسه ارزیابی همه جانبه و پیدا کردن مشکل اینه که شما با استفاده از روش‌های مختلف بیایی مثلا اون سازت رو مورد ارزیابی قرار بدید. بالاخره یه روش نشون میده مشکل از کجاست. حالا از بحث اصلی دور نشیم و اینجا میبینیم که تحت شدت دی و SLE فروریزش اتفاق نیفتاده. خب این ابزار فقط واسه ارزیابی ظرفیت لرزه‌ای سازهاست تا به امروز. حد اکثر ظرفیت لرزه‌ای سازها رو ما با این ارزیابی می‌کنیم. البته این روند ادامه داره. مثلا ما ضریب CMR رو که محاسبه کردیم اونو ضرب داره یک ضریب SSF می‌کنیم و به ضریب ACMR دست پیدا می‌کنیم. بعد میریم بر اساس شرایطی که در نظر گرفتیم واسه طراحی سازمون در واقع پارامترهایی رو محاسبه می‌کنیم تحت عنوان ضرایب ACMR 10% و 20% و بعد اون ACMRی که از روی مدلمون حساب کردیم و با اون مقایسه می‌کنیم و نتیجه گیری می‌کنیم که مدل ظرفیت لازم رو داره یا خیر. که حالا این اصول توی فیلم پیشی سال 95 ارائه شده. اگه هم مثلا خیلی علاقه‌مندید به این روش تحلیل، مفهومش رو توی یه ویدیو جداگونه در واقع در 5 ساعت بنده شرح دادم که میتونید به صورت ویدیو در آپارات یا یوتیوب تماشا کنید. خب بنابراین با آخرین روش هم آشنا شدیم، روش دینامیکی افزاینده که یک متد فوق‌العاده قوی واسه ارزیابی ظرفیت لرزه‌ایه و همچنین برای اینکه ما متوجه بشیم تحت
شدت MC مثلا فروریزش سازمون در چه حدیه، ببینیم اهداف عملکرد پایه رو محقق میکنه یا خیر. از این بابت ها این روش تحلیل ارزشمنده و مورد استفاده قرار میگیره. در حقیقت من همیشه علاقه‌مند بودم که تمام روش‌های تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها و تمام روش‌های طراحی لرزه‌ای سازه‌ها رو یاد بگیرم و به نوعی اونا رو سعی می‌کردم یکی پس از دیگری، تحلیل استاتیکی معادل، تحلیل دینامیکی طیفی، تحلیل پوش‌اوور، تحلیل تاریخچه زمانی و در نهایت تحلیل دینامیکی افزاینده رو همه رو مثلا یاد بگیرم، پیاده سازی کنم و با اصولشون آشنا شم. از اون ور خب با طراحی مبتنی بر نیرو و اصول و ضوابط آیین‌نامه‌ها و طراحی بر اساس عملکرد و اصولش و طراحی بر مبنای جابجایی خیلی علاقه‌مند بودم که تمام اینا رو یاد بگیرم و به کار بگیرم روی مدل سازی که رو مدل هایی که داشتم. در واقع از اون طرف نیز پایان نامه من روی سیستم سازه‌ای جدیدی بود که قابلیت تعمیر سریع بعد از زلزله رو ایجاد میکنه و به واسطه اینکه یک سیستم سازه‌ای جدیدی بود و ضوابط آیین‌نامه‌ای برای اون وجود نداشت، من اومدم اونو طراحی کردم. سپس به این نتیجه رسیدم که طراحی بر اساس عملکرد میتونه چقدر ضعف داشته باشه توی طراحی و برای اینکه این طراحی خودم رو در واقع اصلاح کنم از همه روش‌های تحلیل بهره بردم. شما در نظر بگیرید من از تحلیل‌های الاستیک استفاده می‌کردم، جابجایی رو کنترل می‌کردم، نیروها رو نسبت نیروها به ظرفیت سازار در ناحیه الاستیک در نظر می‌گرفتم. بعد می اومدم پوش‌اوور می‌گرفتم، اضافه مقاومت تنظیم می‌کردم، شکل‌پذیری رو تنظیم می‌کردم. از اون طرف تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی انجام میدم، دیریفت مدلم رو صاف می‌کردم، تنظیم می‌کردم، تحلیل IDA می‌گرفتم، ظرفیت مدلم رو کنترل می‌کردم. تمام اینها فقط واسه این بود که من بدونم مدلی که در طراحی میشه از این سیستم سازه‌ای جدید دارای ظرفیت لرزه‌ای کافی هست. بعد از اون میرفتم پرفورمنس بیس دیزاین رو مثلا پیاده سازی می‌کردم، متوجه این ضعف‌هایی شدم که درباره خیلی‌هاش صحبت شد. روش‌های دیگر رو پیاده سازی می‌کردم، دیسپلیسمنت بیس دیزاین رو پیاده سازی می‌کردم، باز اونجا هم مثلا یه سری چیزا به ذهنم میرسید. یا مثلا این مدلم وقتی که یه ضعفی داشت، من در واقع کنجکاو می‌شدم که ریشه اون رو پیدا کنم و بعد از یه جایی به بعد سر یه سری مسائلی من سایر سیستم‌های سازه‌ای رو با هندسه و بارگذاری مشابهی طراحی کردم بر اساس اصول آیین‌نامه‌ای که مقایسه کنم با این سیستم سازه‌ای جدید، برای اینکه یه جورایی رفتار لرزه‌ای اون رو بهتر درک کنیم و بیایم تو تحقیقاتمون درباره‌اش صحبت کنیم. به تنهایی شاید مثلا اون رفتار لرزش اونطور که باید بیانگر یک سری مسائل نبود، ولی خب ما وقتی می اومدیم این سیستم سازه‌ای رو بغل سیستم قاب خمشی فولادی میذاشتیم، متوجه میشدیم که مثلا زمان تناوبش بسیار نزدیک به اون، یا مثلا پوش‌آورش رو مقایسه میکردیم، جابجایی‌اش رو مقایسه میکردیم. کلا این مقایسه ها همه باعث شد که بفهمیم که این مدل رفتار لرزه‌ایش نزدیک به سیستم قاب خمشیه، در صورتی که تفاوت‌های بسیاری داره از قاب‌های مهاربندی همگرا، واگرا، BRB و سیستم‌های سازه‌ای فولادی رو به این صورت با هم مقایسه کرد. در نتیجه اتفاقی که اینجا افتاد، تمام روش‌های تحلیل مورد استفاده قرار گرفت، تمام روش‌های طراحی مورد استفاده قرار گرفت، یه سیستم سازه‌ای جدید مورد ارزیابی قرار گرفت در کنار مقایسه، در کنار سایر سیستم‌های سازه‌ای فولادی به عنوان مثال. و اینا همه مثلا یه دیدی رو ایجاد کرد توی تمام مسائل. خب ضعفایی که در رابطه با طراحی مبتنی بر عملکرد بود خیلیش روشن میشد اونجا و با توجه به اینکه من مدل‌های سازه‌ای گسترده‌ای داشتم، سیستم‌های سازه‌ای مختلف در طبقات مختلف، میرفتم تست میکردم رو هر کدوم از این هر کدوم از این مدل‌ها و اطمینان خاطر حاصل میکردم که همچین چیزی وجود داره.
و سپس مثلا بحث ضعف‌های تحلیل پوشاور اونجا خودشون نشون میداد، ناکارآمدیش خودشون نشون میداد و تمام مسائلی که به برخیش حالا اینجا اشاره شد به برخی دیگه اشاره نشد. خب من همچنان یه تایم خیلی طولانی رو گذاشتم تا نهایتا یک سیستم سازی جدید رو به شکل مناسبی طراحی کنم. همچنان مطمئن نبودم که این المان هایی که دارم بهش اختصاص میدم بهینه ترین المان ها هستن. یعنی چی؟ یعنی کوچکترین مقطعی که ظرفیت لرزه‌ای کافی رو ایجاد کرده برای هر یک از المان های. و هنوز از این اطمینان خاطر نداشتم. با مطالعه بیشتر پیرامون رفتار تیرهای پیوند متوجه شدم که در واقع دورانی که مثلا توی تیرهای پیوند این سیستم سازی ایجاد میشه توی طراحی باید در نظر گرفته بشه و بسیار مؤثر در تنظیم ظرفیت اون و مسائل به همین صورت داشت ادامه پیدا میکرد. همچنان مطالعات گسترده به کارگیری تمام روش‌های تحلیل و طراحی تا نهایتاً بخواد یه کوچولو یه دستاورد علمی داشته باشه که مثلا عنوان بشه که این سیستم چنان ویژگی داره. خب خیلی کار سختی بود. حالا در همین حین بود و ما تقریبا تحقیقات خودمون رو تموم کرده بودیم و اینا و من طبق معمول سر کار بودم. یه روز غروب خسته برگشتم خونه و دیدم که حالا توی اینستاگرام یه آقای به یه شخص دیگه داره تبریک میگه بابت پابلیش شدن یکی از مقالش و عنوان شده بود از روش تحلیل زمان دوام. خب من تا اون لحظه فکر میکردم تمام روش‌های تحلیل و طراحی رو بلدم و دیگه چیزی بیشتر از این نداریم. وقتی با عنوان تحلیل به روش زمان دوام آشنا شدم خب کنجکاو شدم که این اصلا چه جور تحلیلی هستش. پیگیر که شدم اون آقا برای من یه لینکی فرستاد که در دانشگاه شریف بود و اونجا در حد 3-4 صفحه‌ای درباره روش زمان دوام توضیح داده. وقتی این توضیحات در خصوص این روش رو مطالعه کردم که بیان میکرد، حالا از اینجا به بعد شاید یه جورایی جنبه معرفی هم داشته باشه، که این روش یک تحلیل دینامیکی افزاینده است که ماهیت بارگذاری تحلیل تاریخچه زمانی رو داره که میتونه به صورت خطی و غیر خطی انجام بشه. تحلیل به روش زمان دوام. این رکوردهای مصنوعی افزاینده به گونه‌ای ساخته میشن که طیف پاسخ شتاب اونها منطبق باشه بر طیف طراحی و این تطبیق با طیف طراحی در طول زمان افزایش شدت لرزه‌ای فرم مشابه با طیف را حفظ خواهد کرد. یعنی در همین حین که این در اینجا افزایش پیدا میکنه زیر این طیف‌های کوچکتری هستن که شکل کلیشون شبیه این طیفه که منطبق به طیف طراحی. و بیان شده بود که نتایج تحلیل با یک رکورد مصنوعی افزاینده روش زمان دوام می تواند منطبق با میانه نتایج یا مشابه با میانه نتایج یک مجموعه رکورد زلزله با اختلافی اندک باشد. خب من مسائلی که داشت معرفی میشد در خصوص روش زمان دوام رو مطالعه میکردم و دیگه اصلا اون شب خوابم نبرد تا صبح، علیرغم اینکه خسته‌ام بودم. اگر چنین روشی با چنین مزیت‌هایی وجود داشته باشه این قضیه میتونه روند تحلیل و طراحی لرزه‌ای رو به کلی متحول کنه. موضوعی که مطرح میشد این بود که حالا شما مثلا این رکورد رو میتونی تقسیم بندی کنی به 5 ثانیه، 10 ثانیه، 15 ثانیه یا 20 ثانیه و هر کدوم از این زمانها مثلا میتونه معادل شدت لرزه‌ای SLE، DBE، MCE باشه و با یک تحلیل میتونی در چندین شدت لرزه‌ای
سازت رو ارزیابی کنی. عملکرد سازه رو تحت شدت‌های لرزه‌ای مختلف میتونی ارزیابی کنی تنها با یک بار تحلیل. و هرچی حالا من با این روش زمان دوام بیشتر آشنا میشدم، قابلیت‌های این روش در واقع منو بیشتر شگفت انگیز میکرد و در ابتدا باورش واسه من سخت بود که همچین چیزی اصلا امکان پذیر هست یا نه، اصلا میشه همچین چیزی پیاده سازی کرد یا نه، این رکورد رو میشه به این صورت ساخت که نتایج اون میانه مثلا یک مجموعه رکورد زلزله در نظر گرفته شده باشند، یعنی اون میانه نتایج اون رکورد زلزله در نظر گرفته میشدن، یا اصلا کلا اثرات اون یک مجموعه رکورد زلزله در نظر گرفته بشه، مثلا که ساخته بشه یک رکورد مصنوعی که مثلا این سازه رو بخوایم تحلیل کنیم با این رکورد، نتیجه نهایی اون مشابه باشه با میانه نتایج یک مجموعه رکورد زلزله. اصلا همچین چیزی امکان پذیر هست یا نه؟ این سوالی بود که من اول داشتم. بعد مطالعه بیشتر کردم، دیدم رکوردهای اولیه در واقع یه سری اختلاف داشتن و با پیشرفت در این زمینه رکوردهای جدیدی تولید شد که این قابلیت‌ها رو مثلا بهتر برآورده می‌کنند و این روند هی در حال پیشرفت بود. در واقع مزیت‌هایی که این روش ایجاد می‌کنه در حدی مثلا تکان دهنده بود که حالا منی که هیچی بلد نیستم، منی که یه دانشجوی ساده‌ام، یعنی که مثلا تازه شروع اول این مسیر رو دارم میرم، از شنیدن در واقع قابلیت هایی که این روش داره در واقع ایجاد میکنه شگفت زده شدم و گفتم اگه همچین چیزایی واقعا امکان پذیر باشه یه تحول بزرگی ایجاد خواهد شد. این موارد واسه من که یه دانشجوی جزء رشته مهندسی سازه و زلزله هستم مشخص بود. حالا نمیدونم چرا واسه یک جامعه گسترده در جامعه جهانی با این همه علم اونها هنوز شاید اونجور که باید این روش رو تبلیغش رو نمی‌کنن. خب حالا من با این روش آشنا شدم و صحت این که این موارد در بیان میشه واقعی هستن یا ممکنه یه ذره اغراق‌آمیز باشه واسه من مشخص نبود، هرچند خب مطالب داشت توی ژورنال‌های خیلی معتبر چاپ میشد و اصلا من نباید به خودم اجازه میدادم که بخوام بگم که این موارد حقیقی هستن یا خیر. اما از اونجایی که ما هیچ چیزی رو ساده باور نمی کنیم، مثلا همون روش طراحی مبتنی بر عمل کرد و دیدید خیلی ادعا داشت و خیلی مسائل گفته شده بود، ولی ما رفتیم دونه دونه وارد جزئیات شدیم و دیدیم اونطور که مثلا گفته میشه نیست و خیلی جاها مسائلی وجود داره که باعث خطا میشه. همون کارم دقیقا با روش زمان دوام انجام دادم. در واقع مدل ها رو داشتم، تحلیل ها رو انجام داده بودم، میانه نتایج رو داشتم و حالا دقیقا زمانی بود که میتونستم مثلا روش زمان دوام رو روی سیستم های سازه‌ای مختلف پیاده سازی کنم یا تحلیل فقط انجام بدم، دیگه پیاده سازی خاصی نداره، و نتایج اون رو مقایسه کنم با نتایجی که از قبل داشتم. خوشبختانه حالا مثلا یه سری رکورد کادی جدیدن معرفی شده بود که اینا مثلا نتایجشون مشابه با نتایج یک مجموعه رکورد زلزله‌ای بود که مثلا در فیلم پی 695 ارائه شده. 44 رکورد حوزه دوری که در فیلم پی 695 ارائه شده مثلا نتایجشون قرار بود که منطبق باشه با اونا، و 5 تا رکورد مصنوعی افزاینده یا بهتر بگیم شتاب نگاشت مصنوعی افزاینده ارائه شده بود و این که مثلا روی کردیم بود که مثلا این 5 تا هم بیایم در نظر بگیریم، تحلیل انجام بدیم و میانه اونا رو حساب کنیم، که من یه جورایی مثلا پیگیر این موضوع شدم. به نظرم اینطور اومد که چون که در آیین نامه میگه نباید ما رکوردهای زلزله رو
به صورت منفرد استفاده کنیم، خب گفته حداقل 3 تا باید باشه که بخوایم استفادهش کنیم. در نتیجه مثلا یک مجموعه چند تایی ارائه شده بود که مثلا فرار کنیم ما از این قضیه، که از این الزام آیین نامه و بگیم که دیگه اونو برآورده میکنه و از این بابت به این روش گیر ندیم، در صورتی که هر کدوم از این رکوردهای زلزله به تنهایی خوب عمل میکرد. نهایتا یه اختلاف جزئی داشت و اون اختلاف جزئیش کاملا قابل چشم پوشی بود. بهتره حالا ما بیایم در واقع روی مدل هایی که به صورت واقعی این مقایسه روشون انجام شده به ادامه این بحث بپردازیم. خب اولین کاری که کردم رکورد اولی رو اومدم اعمال کردم به سازه به صورت پیش‌ورز. اون رکورد در سطح زلزله DBE بود و طیف پاسخ شتاب اون نزدیک بود به طیف طراحی دی ماکسیمومی که توی فیما پی 695 در نظر گرفته شده بود برای طراحی. منم از همون استفاده کرده بودم در طراحی مدل ها. نهایتا مدل رو بدون اعمال یک ضریب مقیاس تحلیل کردم با استفاده از رکورد 20 ثانیه‌ای مثلا کادی که همون اولین رکوردشم بود. نتایج دریفت میان طبقه ای رو استخراج کردم و رسم کردم، این خط مشکیه شد و اومدم اونو مقایسه کردم با میانه نتایج یک مجموعه رکورد زلزله که همون 44 تا رکورد حوزه دور فیما پی 695 بود روی یک سازه ای. تطبیق نتایج به این صورت بود. این نتایج انقدر نزدیک به هم بودن. فکر نمی کنم دیگه اصلا نیاز باشه تعریفی چیزی کرد. بعد سپس اون رکورد زلزله رو ضرب در 1.5 کردم که مثلا در سطح MC بیام رفتارش رو مقایسه کنم. به این نتایج رسیدم. در طبقه سوم، چهارم، پنجم و ششم کاملا دریفت منطبق بود. حالا توی طبقه اول و دوم یه اختلاف کوچیکی داشت. سپس حالا اومدم این رکورده رو خواستم مثلا به صورت خودش به صورت افزاینده بود، خواستم با تحلیل IDA مقایسش کنم، چون گفته میشد مثلا در روش IDA نیز مثلا این رکورد ها میتونن نتایجی مشابه میانه نتایج تحلیل IDA داشته باشن. ولی خب مشخص نبود که چه ضریبی باید اعمال بشه به این رکوردها تا سازه رو به فرو ریزش برسه. در نتیجه من مثلا مجبورم آزمون خطا کنم، مثلا یه بار مثلا یه ضریب مقیاس بزرگی رو اعمال کنم ببینم سازه رو به کلاپس میرسونه یا نه، که نهایتا یه ضریب مقیاس بزرگ معادل مثلا 5 انتخاب کردم، سازه رو به کلاپس میرسوند. حالا تو 20 ثانیه هم نه قبل 20 ثانیه به کلاپس میرسوند. منم برداشتم دیتاهاشو استخراج کردم، در واقع اونطور که باید مثلا شدت‌های لرزه‌ای رو در هر گام و استپی که داشت معادل کردم و مقابل در واقع این پاسخ دریفت افزاینده قرار دادم و نهایتا این منحنی در واقع ETA رو رسم کردم که حالا تحت عنوان منحنی ظرفیت هم ازش یاد میشه. حالا نحوه رسمش هم توی در واقع روش زمان دوام شرح داده شده، هرچند تو اسلایدهای بعدی باز ما بهش میپردازیم. حالا به هر صورتی که بود اینو رسم کردم و اینم از نتایج مقایسش با تحلیل IDA. خب این نتایج فوق العاده هستن، دیگه بهتر از این نمیشه. از اون چیزی که انتظار داشتم هم یه جورایی بهتر. بعد گفتم خب این مقایسه توی حالا یک مدل و با یک رکورد شاید مثلا یه جوری باشه، بذار این کار رو توی مدل های مختلف انجام بدم. در نتیجه مثلا
45 تا مدل داشتم از سیستم‌های سازه‌ای مختلف که همه رو مثلا تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی انجام داده بودم، در سطوح خطر لرزه مختلف و تحلیل دینامیکی افزاینده انجام داده بودم. همه نتایجش رو داشتم و تو این 45 تا اومدم روش زمان دوامم تحلیلش رو انجام دادم و نتایجش رو مقایسه کردم. نتایج تحلیل در سطح خطرهای مختلف مثل DB یا MCE بدین صورت بود توی اکثر مدل ها، هرچند در برخی از مدل ها اختلافات بیشتر بود و در برخی از مدل ها هم کمتر بود این اختلاف با میانه نتایج. اما خبر خوب این بود که حتی زمانی که اختلاف وجود داشت، شکل و شمایل در واقع این دیریفت ها خیلی نزدیک بود به شمایلی که میانه نتایج تحلیل تاریخچه زمانی با استفاده از یک مجموعه رکورد زلزله داشت. و نتیجه این مقایسه بدین صورت بود که اختلاف تحلیل دینامیکی افزاینده و تحلیل دینامیکی افزاینده با استفاده از روش زمان دوام در مثلا مباحث مربوط به کلپس که دیگه اونجا اختلاف از همه بیشتره، همونطور که میبینید توی این رکوردهای زلزله هرچی میریم جلوتر در سطح آسیب بزرگتر پراکندگی نتایج بیشتر خواهد شد. نتیجتاً در بحث کلپس پراکندگی بیشتره و در اون ناحیه ما اومدیم مقایسه کردیم نتایج روش زمان دوام رو با میانه نتایج یک مجموعه رکورد زلزله. نتیجهش این بود که یک اختلاف 6 الی 8% وجود داره بین نتایج رکورد زمان دوام با یک مجموعه رکورد زلزله واقعی. و به موازات این تحقیق یکی از همکاران نیز یک مقایسه دیگه ای داشت نسبت به مقایسه این نتایج که اونم دقیقاً به همین نتایج رسیده بود که مثلا فکر می‌کنم 5 الی 8% این نتایج متفاوت هستن، حالا در بحث فروریزش با میانه نتایج یک مجموعه رکورد زلزله. علاوه بر این که محققای خود حوزه روش زمان دوام تحقیقات خیلی زیادی در این زمینه داشتن، ولی به عنوان یک شخص بی‌طرف من و یک شخص دیگه‌ای این نتایج رو مقایسه کرده بودیم و به این اختلاف رسیده بودیم. اختلافی نزدیک به 6 الی 8% در حاشیه فروریزش سازا خیلی عالیه واسه این روش. حالا یه ذره شاید جاش باشه که گره‌گذاری هم بشه. صحبت میکردیم با خیلی از همکاران و میگفتیم انقدر این نتایج با هم تطبیق دارن، حتی بعضی از خود طرفدارای روش زمان دوام هم اینو میگفتن، یا کسایی که از این روش مثلا استفاده میکنن یا روش کار کرده بودن میگفتن نه یه اختلافاتی وجود داره و اونقدر هم دقیق نیست. این فوق العاده دقیقه که 8% این داره اختلاف نشون میده، 6%، اونم به صورت میانگین. خیلی عالیه. تو همین کنفرانسی که توی میلان توی ایتالیا سال گذشته برگزار شد، آقایی که روش IDA رو در واقع ارائه کرده بودن، ایشون هم سخنرانی کردن، حالا اسمشون یه ذره سخته نمیتونم بگم. بعد گفته بودن اگه شما اومدید از یه روشی استفاده کردید و تا اختلاف 15% رسیدین، کلاتون رو بندازید بالا، این خیلی عالیه. نتایج روش زمان دوام دقت نسبتاً بیشتری داره حتی از این 15%. حالا این گله‌گذاری در واقع اینه که بعضی هنوز میگن که نه، یک رکورد زلزله استفاده کنی مثلا یه اختلاف این شکلی در ایجاد میکنه و اون اختلاف تاثیرگذاره. ببخشید اما کسی که این حرفو میزنه فوق العاده بی تجربه است. چجوریه که شما نتایج تحلیل پوشووه رو قبول میکنید که اصلا اشتباهه؟ اختلافش رو بخوای در نظر بگیری اصلا قوقا میکنه. از یه جایی به بعد اصلا کلا اشتباه، اصلا کلا مغایرت داره.
ولی خب یه روشی مثل روش زمان دوام ایراد میگیرن که آره نتایجش کمی اختلاف داره. این اختلاف خیلی جزئی یا این اختلافا اینا خیلی جزئیه و در واقع روش زمان دوام یک روش فوق‌العاده دقیقه. در نتیجه بعد از یک ارزیابی همه جانبه در مدل‌های مختلف تحت شدت‌های لرزه‌ای مختلف این نتیجه گیری حاصل شد که تمام مواردی که ادعا میشد به عنوان مزیت روش زمان دوام حقیقت داره. به عنوان شخصی که مثلا این وسط بی‌طرفه، دانشجوی دانشگاه شریف نبوده، روش زمان دوام در واقع قراره ورق و برگردونه کلا. تمام مسائلی که تا اینجا گفته شد در خصوص اینکه ما تحلیل دینامیکی افزاینده داریم که نمیتونیم در طراحی ازش استفاده کنیم و چقدر این موضوع زمان بره، تمام مسائل طولانی که گفته شد که ما تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی رو باید با یک مجموعه رکورد زلزله انجام بدیم و این دیتا ها کار کردن باش این سختی ها رو داره در اسلاید قبلی و تمام عیب جویی هایی که از روش پوشاور انجام شد و عنوان شد همه به این واسطه بود که بگیم که روشی مثل روش زمان دوام وقتی در ارائه میشه تمام این مشکلات رو حل خواهد کرد. نیاز به یک مجموعه رکورد زلزله حل خواهد شد. مقیاس سازی رکورد زلزله نهایتاً با اعمال یک ضریب 1.1.5 خواهد بود. نتایج متفاوتی که دقیقاً همین تصویرم بود از رکوردهای زلزله ما میگرفتیم و نمیتونستیم بهش اتکا کنیم حل خواهد شد. تحلیل یک مدل با استفاده از این رکورد زلزله نتایج یکه خواهد داشت. یعنی شما مثلا سیستم باربر جانبیتون توی مثلا طبقه چهارمتون چند تا المان داره، خیلی راحت رو هر المان کلیک میکنی و تلاش ها و باری که به اون در اعمال میشه یا در اون ایجاد شده رو میتونی خیلی راحت ببینی و براش یک مقطع انتخاب کنی. چرا؟ چون تحلیل با یک رکورد زلزله انجام شده و ما میتونیم به این نتایج اون اتکا کنیم و طراحیمون رو بر اساس اون انجام بدیم، به خاطر اینکه کار خیلی ساده است. این دفعه نتیجه تحلیل کاملا مشخصه واسه هر المان و این نتایج دقیقاً منطبق و مشابه هستن با میانه یک مجموعه رکورد زلزله. در نتیجه زمانی که شما با یک رکورد زلزله روش زمان دوام که منطبق هست بر طیف طراحیتون دارید مدلتون رو تحلیل میکنید و بعد میخواید طراحیش کنید، مثل این میمونه که با یک مجموعه رکورد زلزله گسترده اون رو طراحی کردید. ارزش اون طراحیتون دقیقاً به همون مقدار خواهد بود. نمیدونم هنوز چرا خیلی اینو قبول نمیکنن و چرا این روش، خب این روش هم از سال 2007 داره ارائه میشه، مثل روش IDA مثلا مثل بمب نترکوند، ولی خب هنوز بازی تموم نشده در واقع. و با این رکورد زلزله میشه تمام معایب رو کنار گذاشت، از دست روش‌های معادل سازی شده خلاص شد و از مزیت تحلیل‌های واقعی که ماهیت تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی دارند هم استفاده کرد و تحلیل رو با سرعت خیلی سریع انجام داد. نتایج هم همون دقت رو داره، همونطور که دارید ملاحظه می‌فرمایید و این کار به سادگی شدنیه. در بسیاری از تحقیقات این موضوع اثبات شده. تحقیقاتی که منتشر شدن امروز در خصوص روش زمان دوام همگی میتونه مورد مطالعه قرار بگیره و در دسترس قرار و کم هم نیستن این تحقیقات. من یه بار خواستم یه مجموعه کامل داشته باشم، هرچی جلوتر رفتم بازم دیدم تحقیقات جدیدی وجود داره. بنابراین با ظهور روش زمان دوام
میتونیم بگیم که تمام دشواری‌های تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی از بین رفته و حالا وقتش رسیده ما بیایم از این روش استفاده کنیم به هر منظوری. زمانی که من با تمام روش‌های تحلیل و طراحی در واقع آشنا شدم و یه سری عیب‌های اونها رو پیدا کردم، دقیقاً مثلا میدونستم از آیدی نمیتونم استفاده کنم. تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی نتایجش خیلی پراکنده است و با زمان بره. کار کردن با دیتاها سخته، میانه ازشون بگیری. خود نرم افزارها هم این کار انجام نمیدادن، من باید میآوردم تو اکسل این کار انجام میدادم. برای هر یک از المان‌های مثلا سازه‌ای که اصلا نشدنی بود میرفتم با پوشاور کار انجام بدم، دقت لازم رو نداشت. تحلیل‌های خطی هم که در حوزه خطی برای من کاربردی بودن. نهایتا وقتی من یه روشی مثل روش زمان دوام پیدا کردم، دیگه اصلا کلا انگار دنبال همین بودم و یه جورایی دیگه حالا همه مشکلات حل شده. همه مشکلات در بعد تحلیل لرزه‌ای سازه به واسطه وجود روش زمان دوام و مزیت‌هاش حل شده. تنها موردی که میمونه یک اصول برای طراحی لرزه‌ای سازه هاست. اصولی که ضعف‌های روش‌های قبلی رو نداشته باشه. اصولی که بر مبنای تحلیل پلاستیک باشه که ما بتونیم قدم‌ها رو از ناحیه الاستیک فراتر بذاریم و اصولی که عیب‌های طراحی بر اساس عملکرد رو نداشته باشه. از اونور در واقع کاستی‌های طراحی بر اساس جابجایی رو نداشته باشه. اصولی که این بار منطبق هستن با واقعیتی که اتفاق میفته، دقیق‌تر هستن، سریع‌تر هستن و امکان تحلیل، طراحی، ارزیابی و بهسازی لرزه سازها رو به شکل فوق‌العاده‌ای راحت و دقیقی فراهم میکنن و خیلی ساده تر که حالا در ادامه به هر یک از این ادعاها پرداخته میشه و نشون داده میشه که چطور این امکان فراهم خواهد شد.